برای نماز شب خواندن. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم با چنان قیام لیل زیاده داشتن که در روایت های صحیح آمده که حضرت عایشه مادر میگن جناب پیغمبر نماز شب با چنان زیاده میخوندن که از زیاد خواندن پایه های مبارکشون ورم میکرد، دیگه با بار پا خسته نمیتونستن، با بار دستهاشو یعنی قپیده بالا میشیدن. بعد از اون میگه من به سوی جناب پیغمبر گفتم، حضرت عایشه مادر من گفتم که یا رسول الله خداوند شما را گناه های پیش خفاتون بخشیده است، شما معصوم هستید، شما گناه نداره، چقدر خودتون آزار میدید، چقدر نماز شب زیاد میخونه؟ جناب پیغمبر میگه من جواب گفتم ای عایشه وقتی خداوند من اینقدر یعنی عزت داده باشه، گناهی پیش قفام بخشیده باشه، من معصوم باشم، آیا من بنده شکرگزار نباشم؟ در برابر شکرانه این عزت خدا برام داده است، من یعنی نماز شب میخونم. جناب پیغمبر نماز شب یعنی تا آخرت ترک نمیکردن، دائما نماز شب داشتن. و در بابی یعنی دو نمازی که از نمازهای فرض هستند، یکی نماز خفتن، دیگر نماز بامداد. اکنون ببینید برادر عزیز، جناب پیغمبر گفتن که از همه وزوین ترین نماز برای انسان منافق، چی منافق اعتقادی باشه چی منافق عملی، دو نماز از جناب پیغمبر گفتن. این اثقل الصلاة علی المنافق صلاة العشاء و صلاة الفجر. تن از همه وزوین ترین نماز برای انسان منافق صورت دو نماز است، نماز خفتن و نماز بامداد. و چی خاطر؟ به خاطر که اینها در شب هستند. انسان منافق وقتی که شب گیری و یعنی که به لهجه زمانه بگیم شیطان وای علش میگه، بگه وای بیدار نمیست، در حال چه در جوگه می اندازه خواب میرود، هم خفتنش قضا و هم نماز بامداد. حالا اینکه در روایت اومده که جناب پیغمبر گفتن که هر شخصیتی که نماز عشا را نماز خفتن به جماعت بخونه، ثوابش مثل این است که گویا اون نصف شب عبادت کرده است. هر شخصیتی که اگر نماز بامداد فجر به جماعت بخونه، ثوابش مثل اینه که گویا تمام شب عبادت کرده. یعنی که نماز خفتن و بامداد که در نماز شب می‌درایند، این نمازها را پیغمبر بزرگوار گفتن هر شخصیتی که به جماعت خون یعنی ثوابی کلی شب عبادت کردن شب از خود میکنن. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در روایت فرمودن به سوی که از اهل اصحاب گفتن یا عبدالله لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل. گفتن ای فلانی، ای عبدالله، گفتن مثل فلانی، یکی از شخصیت ها را نامش گرفتن، گفتن مثل اون فلانی نباش تو، او شبها بیدار می شود، یعنی از خواب بیدار می شود و نماز شب ترک میکنه، نماز شب نمیخونه، یعنی تو مثل او نباش، تو از ثواب نماز شب خط محروم نگردان. یعنی که تو وقتی که شب بیدار شدی حرکت کو که نماز شب داشته باشه، یعنی که نماز تهجد بخوان. جناب پیغمبر از 2 رکعت تا 12 رکعت خونده، اما بسیارتر نماز تهجد جناب پیغمبر 8 رکعت بود، بسیاری وقت 8 رکعت میخوندن، اما تا 12 رکعت هم در روایت اومده که جناب پیغمبر شب بعد از نماز خفتنش تا پیش از بامداد در همین بین، یعنی که 12 تا 12 از 2 رکعت کمی کم 2 رکعت خواندگی است، از 2 رکعت تا 12 رکعت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواندگی هستند. در روایت دیگر فرمودند که افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا باللیل و ناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. جناب پیغمبر گفتن که شما سلام در بین همدیگر تو آشکار کنید، یعنی همدیگر را دیده السلام علیکم بگه و از او طعامی که تو میخوره به دیگرها را بخورانه، یعنی که فقط یعنی دلتنگ و سخت و ممسوک نباشه. وقتی طعام کرده یک همسایت، یک انسانی کم بغل، یک انسانی محتاج، یعنی دعوت کو، اونم از طعامت بتی. و صلوا باللیل و الناس نیام، شبها خستی نماز بخوان در صورت و حالتی که مردم خواب هستند. البته نماز شب خواندنش خیلی دشواره برادر عزیز، برای نماز شب خواندن خیلی همت عالی، خیلی همت بلند لازمه برای انسان، خیلی غیرت ایمانی در کاره که انسان یعنی خواب پسی سر کنه، اون بستر گرم پسی سر کنه و نماز شب بخونه. و این خاطر جناب پیغمبر گفتن در صورتی که مردم شب خواب هستن تو شب بخیز چیکار کن؟ یعنی که نماز شب بخون. وقتی این چیز داشته باشی تدخل الجنة بالسلام،
اگر این فعل داشته باشی خداوند تو را از در سلام داخل جنت میکنه. یکی از درهای جنت باب السلام نام داره، یعنی در سلام. وقتی اگر تو نماز شب داشته باشی جناب پیغمبر گفتن خداوند تو را از همون در سلام داخل جنت میگردونه. در روایت دیگر جناب پیغمبر حتی دعا کردن برای شخصیت هایی که شب میخیزن و نماز شب میخوانن. دعا کردن. پیغمبر بزرگوار گفتن رحم الله رجلا قام من اللیل فصلى و ایقظ امرأته فإن ابت نضح فی وجهها الماء. گفتن خداوند همون بندهش رحمت کنه، از رحمتش سیراب کنه که شب میخیزه، شب بیدار میشه و نماز شب میخونه و همسرش بیدار میکنه و او همسرش یعنی نماز شب میخونه. اگر همسرش یعنی بیدار نشید و نخیست کمی آب در روی او میپاشه تا اینکه یعنی آب انسان بیدار میکنه، یعنی به هر صورت باشه همسرش هم بیدار میکنه برای نماز شب. این چنین با جناب پیغمبر گفتن که خداوند از رحمتش سیراب بگردونه یا که رحمت کنه اون زنی را که شب میخیزه نماز شب میخونه و یعنی شوهرش بیدار میکنه، اگر نخیز کمی آب میشه با در روی شوهرش تا اینکه اونم بخیزه نماز شب بخونه. یعنی پیغمبر بزرگوار برای این جمله مردمی که نماز شب میخونن در حقش دعا کردن، گفتن خداوند او را از رحمتش سیراب بگردون. از این روایت ها فهمیده میشه برادران عزیز که نماز شب یعنی این خیلی ضرور و مهم است که جناب پیغمبر هم امر کردن هم دعا کردن. در روایت دیگر میفرمایند که افضل الصلاه بعد الفریضه صلاه اللیل. گفتن از همه بهترین نمازها بعد از نماز فرض، بعد از نمازهای فرض این نماز شب از جناب پیغمبر گفتن. ولی در حکایت ها میگن حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه وقتی وفات کرد یک مدت گذشت، میگه یک مریدش یکی از شاگرداش در خواب دید. بعد حضرت پرسید در خواب، گفت حضرت آیا برای من بگو که بعد از مردن برای انسان کدام عملش زیادتر دستگیرش میشود، کدام عملش زیادتر بعد مردن برای انسان فایده میبخشه؟ میگه حضرت جواب گفتن ای شاگرد، گفتن یگان عمل من به اندازه 2 رکعت نماز شبم دستگیریم نکرد. اون 2 رکعت نماز یک شب فقط من خودم میدانستم و الله رب العالمین خلاص، یگان عمل من به اندازه اون 2 رکعت نماز شبم برای من دستگیر نشید. یعنی که پیغمبر بزرگوار گفتن که از همه خوبترین و بهترین نماز بعد از نمازهای فرض این نماز شب است. در روایت دیگر میفرمایند که علیکم بقیام اللیل. گفتن ای امتهای من برای خودتون نماز شب ضرور بدانه، حرکت کنه که نماز شب بخونه. فانه دأب صالحین قبلکم. زیرا اینکه نماز شب این کار و رسم و عادتی بزرگایی که پیش از شما گذشته بودن رسم اونها است، یعنی انبیای خدا، اولیای خدا، یعنی صالحین، شهدا و اون دوستای خدا. گفتن این عادت اونها هست، حرکت کنه که نماز شب بخونه. و دیگر فایده که نماز شب داره پیغمبر بزرگوار گفتن و هو قربتون الی ربکم. گفتن این نماز شب یک چیزی هست که شما را به خدا قریب میگردونه. در اصل نماز شب انسان را به خدا قریب میگردونه، چون که در روایت های دیگر آمده که جناب پیغمبر گفتن که الله رب العالمین وقتی که 3 شب میگذره نزول رحمت میکرده به آسمان دنیا را. ینزل ربکم تبارک و تعالی الى السماء الدنیا. جناب پیغمبر گفتن رب العالمین به سوی آسمان دنیا را نزول رحمت میکرده و فریاد میکرده که آیا یگان دعا کننده هست دعاش قبول کنم، یگان توبه کننده هست توبهش قبول کنم، یگان شخصیتی هست که از من یگان چیز بپرسه حاجت من براش بتی. در اصل این نماز شب پیغمبر بزرگوار گفتن شما را به خدا قریب میکنه. و مکفرة للسیئات. گفتن این نماز شب با کفارت برای گناههای شما میشه و گناههای شما را از شما دور میکنه. منهات للاثم. و این نماز شب با شما را از کارهای گناه و بد منع میداره. در اصل وقتی که خداوند هر بنده را که هدایت کرد، هر بنده را که عبادت شب برای او نصیب گردان، او بندش از کار گناه دور میگردانه. دیگه در حالت گناه کردن انسان بر روی گناه هم میآید، ابتدا گناه میکرد تکرار میشید، اما وقتی که نماز شب خوان، نمازخوان حقیقی و واقعی شد، وقتی گناه دید، گناه در نظرش یک چیز نفرتناک، یک چیز بد مینماید. و این خاطر پیغمبر بزرگوار گفتن که وقتی شما نماز شب داشته باشه این نماز شب سبب بشه که
شما را یعنی که از چی؟ از گناه دور می‌دارد. در روایت دیگر می‌فرماید که این فی الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها. جناب پیغمبر گفتند در جنت یک نوع و یک نمود قصرهای خیلی عالی و بلندی هست، عمارت‌های بلندی هست که خداوند اونها را از یک نمود چیزی قیمت بها، چی از طلا باشه یا اینکه از مروارید برلیان میگن، چی میگن در این زمانه، از او باشه، از چنین چیزهای قیمت میگه خداوند این قصرها را خلق کرده است و از درون او بیرونش دیده میشود و از بیرونش درون او را دیده میشود. میگه فقام اعرابیون، یکی از اعرابی‌ها بادیه نشین اونجا بودن، از جاشون خیستن، پرسیدن از جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم، گفتن که یا رسول الله، گفتن این همین قصری که شما گفته این برای کدام شخصیت است، یعنی اینها را خداوند برای کی خلق کرده است؟ جناب پیغمبر گفتن که لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام و صلی لله باللیل و الناس نیام. این قصرها برای شخصیت هایی هستند که یعنی سخنهای خوب از دهن بیرون میکنند، سخنهای یعنی خوشحال کننده و سخنهای خوب دارن، یعنی سخن قبیح بد ندارن. و این گروه مردم از طعامهاش مردم از طعام میدهند و این گروه مردم روزه های دوامناک یعنی روزه پنجشنبه و دوشنبه روزه میگیرند و این گروه مردم شبها میخیزند نماز شب میخوانند در صورتی که مردم خواب هستند. یعنی که یکی از بشارت این قصرها برای شخصیت هایی هست که اونها نماز شب دارند. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودند که اتانی جبریل علیه السلام، حضرت جبرئیل نزد من آمد، فقال لی یا محمد، و سوی من گفت ای محمد عش ما شئت فانک میتون، و ای محمد صلی الله علیه و سلم چی نوعی میخواهی زندگی بکن، اما ای را فراموش نکن که آخری زندگی تو یعنی مرگ و وفات است، از دنیا رفتن است. و احبب من شئت فانک مفارقه، گفتن هر کسی را هر چیزی را میخواهی دوست بدار و ای را فراموش نکن که آخر از محبوب و دوستدارت یعنی جدا میشه. و اعمل ما شئت فانک مجزیا به، گفت هر چیزی یعنی هر عملی میخواهی انجام بدی و فراموش نکن که در برابر عملت خداوند آخر ترا یعنی که جزا میده، عملی خوب باشه ثواب، عملی بد باشه گناه. و علم ان شرف المؤمن قیامه لیل، پیغمبر بزرگوار گفتن که ای محمد صلی الله علیه وسلم توی را انیق بدان که شرافت انسان، شرافت یعنی بزرگیش، حرمت انسان در نماز شبش است. جناب پیغمبر گفتن شرف انسان در نماز شبش است و عزت انسان یعنی از خودداری امو شخصیت خودش از مردم، یعنی طمع کننده و ضرر رسان مردم نباشد، این شخصیت خداوند عزت میدهد. در روایت دیگر شخصیت نزد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم آمدن، گفتن یا رسول الله یک شخصیتی را نام شد، گفتن همون شخصیت شبها بیدار میشه و اما نماز شب نمیخونه، نماز صبح نمیخونه، نمازش قضا میکنه. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتن که این شخصیت خداوند در این شخصیت شیطان علیه لعنت گفتن در گوشهاش پیشاب کرده، یعنی در گوشهای این چنین شخصیتی که شب بیدار میشه و نماز شب نمیخونه یا اینکه نماز صبح نماز بامدادش قضا میکنه، پیغمبر بزرگوار گفتن این شخصیت شیطان یعنی که در گوشهاش پیشاب کرده. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که شیطان وقتی که انسان خواب میبرده، شیطان علیه لعنت می اومده، یعنی در پس گردن این انسان سه گره میکرده، یعنی سه گره میکرده. وقتی که این شخصیت شب بیدار شد، وقتی از خواب بیدار شد، بسم الله الرحمن الرحیم بگه یا سبحان الله بگه یا الحمدلله بگه، وقتی خدا را یاد کنه پروردگار یک گره او را کشاده میگردونده است. وقتی از جاش خیست و رفت طهارت کرد، خداوند دویم گره او را کشاده میگردونده است. و وقتی که آمد 2 رکعت نماز شب خواند، خداوند هر سه گره هایی که شیطان بسته بود کشاده میکرده است. این شخصیت وقتی که سحر از خواب میخیسته است، یعنی پسی کار و بیرون میشده است، چقدر سبک و خوشحال و او روزش به خوبی میگذشته. اما هر شخصیتی که نمیخیسته، سحر وقتی میخیسته چقدر وزوین، ناراحت و او روزش خداوند یعنی به وزوینی و به سختی میگذرانده. اکنون برادران عزیز، ما و شما گفتیم که بعد از یگان هفته شاید
نماز تراویح ما خلاص میشه و ماه رمضان از ما میگذره. ما حرکت کنیم که نماز شب داشته باشیم. حدی اقل پس از نماز خفتن تا پیش از بامداد حدی اقل حرکت کنیم که 2 رکعت نماز تهجد بخونیم، چون که نماز تهجد برای ما امت سنت است. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی دائمی نماز تهجد شونه میخوندن. اکنون دینا